سلام، اومدیم با هم دیگه یک عکسی رو تبدیل کنیم به شاهنامه فردوسی. اول از همه وارد چطوری میشیم، البته خودشکن روشن باشه و بهش میخوام عکسی رو اینجوری درست کنیم و خودش میگه مکتب تبریز، مکتب هرات و سبک قاجار. یکی از سبکا رو انتخاب میکنه و شروع میکنیم متنا رو مثلا المانی که میخواد داخل عکس بشه میذاریم و وقتی که این کارو کردی یکم خیلی زیاد صبر میکنیم خاطر اینکه شکرنت ضعیفه. صبر میکنیم با یک عکسی به تو میده. بعد میگه آقا من هرات رو میخوام، بعدش میگه قاجار رو میخوام که بعد به تو عکس ها رو یواش یواش میده و وقتی این عکس ها رو گرفتی میتونی عکس رفیقت، عکس دوستت، عکس هر کسی که دوست داشته باشی رو اینجوری بیاری سبک شاهنامه فردوسی کنی. حتی میتونی چاپشون کنی بهش هدیه بدی برای روز تولدش. این رو داشته باش و برای رفیقات بفرست. حتما موفق باشی.